سلام، امروز اومدم آموزش فارم ساخت آهن رو بهتون یاد بدم. خیلی آسونه و برای بدراک عمل میکنه. برای بالای 1.19 بریم ادامه ویدیو. یه فضای 5x5 میسازیم و باید 9 بلاک بریم پایین. وقتی که 9 بلاکتون اینجوری رفتیم پایین، باید یه بلاک بیایم بالا. یه بلاک، با هر بلاکی که خاصی میتونیم بیایم بالا. یه لحظه. و همینجوری که تو ویدیو میبینید باید به 20 تا تخت نیاز داریم که همینجوری میذاریم، همینجوری، و طرف مخالف هم همینجوری میذاریم. من اینجا رو اشتباه کردم، شما درست انجام بدین. و یه بلاک میکنیم پایین. باید زیر همین تختا هم بذاریم و باید زیر تختا هم بذاریم. نباید تختا رو بکنیم، باید زیرشون بذاریم. من میکنم، دستم خورد، و زیرشون همینجوری که داریم میبینید باید بذاریم تختا رو. و طرف مخالف هم همینجوری باید بذارید. من اینجا رو اشتباه کردم. و طرف روبروی همین تختا هم همین کار رو انجام بدین. وقتی که اینا رو همینجوری که داریم میبینید انجام دادین، باید 2 بلاک بیاین وسطشون رو پر کنیم. وقتی بایستین اینجا رو هم پر کنم من. وقتی اینجا رو همینجوری که داریم میبینیم پر کردین، باید روی همین تختا رو بپوشونید. وقتی پوشوندین، این وسطش هم باید بپوشونیم. و بعد باید 20 تا شغل نیاز داریم و جاشون رو باید همینجوری که داریم میبینید بکنیم. همینجوری که دارین تو ویدیو میبینید همه طرفا رو همینجوری باید بکنیم و بعد شغلا رو اینجوری میذاریم. بعد از اینکه اینا رو گذاشتیم، به 20 تا ویلیجر نیاز داریم. همینجا میذاریمشون. من خودم تو میشمارم و میذارم، شما نگران نباشید. باید 20 تا باشه، 21 هم نمیشه، 19 تا هم نمیشه، دقیق 20 تا. از اون ویلیجرهای سبزم نباید باشه یا بچه‌شون. من اون سبزا رو میکشم، بعد سقفشون هم میپوشونیم. و راستی یه دونه تورچ هم وسط باید بذاریم. من گذاشتم، فقط یه دونه، بیشتر نباید. بعد ممکنه تو فارمتون گربه هم اسپام بشه و باید الان جایی که میخواین آیرون قلم برن رو انتخاب کنید. من اینجا رو انتخاب کردم. از همین اول آیرون قلم اسپان شده. باید تابلو بذاریم اینجا که لاوا نریزه بیرون. 3 تا تابلو نیاز داریم که من میذارم. و لاوا رو میذاریم وسطشون و نمیریزه. و به آب نیاز داریم که آب هنوز نمیذاریم و هاپر و چستا رو میذاریم. هاپر و چستا رو میذاریم. من اینا رو بذارم. باید مطمئن باشیم که هاپر کار میکنه. ببین الان کار کرد، همش رفت تو چست. من الان اینجا رو کنارش بپوشونم و اینجا باید یه بلاک بذاریم. من از این استفاده میکنم. و ستلابم اینجا یه بلاک بالا میذاریم. واسه اینجا گذاشتیم و همه الان میرن تو لاوا و میمیرن. و دورش هم باید حصار بکشیم که چیزی داخلش نیفته. من الان دورش با این هر بلاکی که خواستی میتونیم دورش بپوشونیم. من از این استفاده میکنم. و راستی این فرم گاهی کار نمیکنه، چون که همه فرمای بدراک اینطور، یعنی این آسون ترین و بهترین فرم بدراکه که برای بالای 19 کار میکنه. و توی 1-2 روز 3 روز میتونید راحت 1 استک آهن بگیرید. من اونجا رو کندم، اشتباهی بایستیم برم بذارم. و میتونین ازش آهن به دست بیارین. ببین همین الان تو چست 8 تا آهن جمع شده. بهترین فرم آهن بدراکه برای بالای 1.19.
ولی اشکال نداره گاهی این از کار میفته بعد دوباره به کار میفته. اینو برای همه فارمای بدراک همینجوری، نگران نباشین. ببین همین الان اسپان شد. اگه راضی بودی ساب یادت نره.